به این ویدیو خیلی خوش اومدید. من یوسف هستم. خب بچه همچنین که میدونید من واسه بتل که ریست بخوره منتظرم که واسه اون ویدیوهای رنکابو توی ویدیوها بذارم براتون. خب بچه من کلا دیگه حوصله‌ام سر نره و یه ویدیو بذاریم. میخوام برم براتون یه دست مشق بدم. خب تا اینجا ویدیو تا آخر ویدیو تماشا کنید و حمایت یادتون نره لایک و زنگوله رو بزنید. اگه می‌تونید به دوستاتون کانالمون معرفی کنید که سابسکرایب بشه. واقعا براتون سنس میذارم. من چند وقت دیگه یه سنس خوب گیر میدازم براتون میذارم چون خوشم نمیاد سنس بد براتون بذارم چون سنس خودم الان واقعا خراب اصلا نمیتونم سنس چیزیدم که مثلا واسه اون پلی بدم بتونم و اصلا یه دونه نمیزنه سنس من بعضی از کارسون رو ببینیم به زور رد باید و یک چند روز دیگر براتون چالش گرازا لولی که میخوام بگیرم براتون بذارم حتما میذارم توی چنل نگاه کنید. همچه همتون دیگه خبر دارید بیشتر گانا قوی شدن. VSS واقعا خیلی قوی شده. VSS رو اگه سعی میکنید بردارید خیلی قوی شده و سایر گانای دیگه. و فکر کنم دیگه همتون خبردار شدی از مپ‌های جدید فری فایر. اون مپ‌ها هم جای باگ خیلی زیاد داره. من اگه وقت کنم و نت اوکی باشه براتون میذارم باگ‌هاشو. این مپ خودش باگ زیاد داره. تو بتل باید امتحان کنم. من خودم نتم اوکی باشه براتون میذارم از این ویدیوهای باگی و شورت ویدیوهای اینا. من فقط وقت نیاز دارم. یک چند وقت دیگه امتحانم تموم بشه براتون بیشتر ویدیو میذارم. و مشکل برقی ما داریم. من مشکل برقم اوکی بشه واقعا خیلی خوبه. اینجا برق حدودای ساعت 10 تا ساعت 4 میره. واقعا خیلی اذیت میکنه. اوج ساعته که مثلا من میخوام ویدیو بذارم اوجش برقا میره. واقعا اعصابم خیلی خراب میشه از این صحنه. نگاه مچ اینکه هایپر دید توی این مچ خیلی باحاله.
نگاه اون داره واسه دختر قلب میزنه. خب بچه شما که تا اینجا ویدیو نگاه کردید لایک سابسکرایب یادتون نره. حاجی این یخه چی شد؟ چرا اینجور شد؟ پشمام حاجی چه باگ سمی خوردم. عجب واقعا از این باگ بدتر من نخورده بودم. نگاه کن اصلا فری فایر باسم نمیاره بالا. نگاه به زور دارم بازی کنم. خیلی بد باگ خوردم. سعی نکنید یخ بزنید سر اینا که باشون میای. اسمشون هم نمیدونم چیه بابا. بیا حاجی چرا باگ تموم نمیشه باسم؟ نگاه کنید. وای نتم دیگه. بچه به خدا نتم دیده. حاجی نت خدا نتم ضعیفه. به خدا نتم ضعیفه دیگه. چرا آخه باید نت چقدر ضعیف باشه؟ آقا خیلی نت ضعیفه. ببخشید واقعا این ویدیو خیلی بد شد. نت واقعا داغونه. من خیلی دوست دارم یکی از بهترین ویدیو رو براتون بذارم ولی خب نگاه این یکی از مچ هاشه. اینجا خودم بالا نوشیدن. اونجا آکواریومش خیلی قشنگه. اینو برید امتحان کنید حتما. واسه الان نشون میدم. نگاه اینجا کوسش بود. یه کوسه هم داشت خیلی بال بود. من گفتم وقت کنم براتون میذارم حتما ویدیوشو. به خدا من باگ خوردم. اصلا تکون نمیخوره فری فایرم. نمیدونم این چه باگ سمی واقعا نمیدونم. یعنی اون یه نفر من وزور زدم. باگ خیلی باگ بدی خوردم. نت دیده. نت که براتون نگم دیگه داستانش چیه. این جزده شاید براتون کاستوم هم بذارم. یادم میره واقعا کاستوم بذارم. یعنی وقت کنم کاستوم رو براتون حتما میذارم. خب اینجا 2 نفر من زدم. اگه کیل بشه اوکیه. که نه ریوایو داد. اسنایپره. خب بچه ببخشید اونجا واقعا نتم خیلی بد خراب شد و نتونستم ادامه ویدیو بگیرم واسهتون. فکر کنم باختیم دیگه این دسته. اونجا یه لحظه نت واقعا ضعیف شد. این صدای موتور رو هم از کنار خونمون رد میشه اذیت کرد. مجبور شدم ویدیو رو قطع کنم. ببخشید واقعا. بچه واقعا اصلا شرایط خیلی بدیه. واقعا راضی نیستم از این شرایط. خیلی واقعا من راضی نیستم دیگه. داره سردم میکنه واسه بازی کردن. میترسم مثل قبلا دوباره یه جوری بشم که بای بدم دیگه. مجبور بشم بای بدم از فری فایر. نگاه کن خیلی واقعا شرایط سختی دارم. بیا به جایی که من الان زنده بخوام گیم بدم بازم. واقعا اعصاب خراب کردن این نت خیلی واقعا اعصابم خراب میکنه. واقعا خیلی خراب میکنه اعصابم. به خاطر همین آفلاین شدم. به خاطر نت نمرمون پایین میاد. باز 2-3 روز دیگه بخوایم رنگ اپ کنیم نمرمون واقعا خیلی کم میشه.
واقعا ببخشید که اینجوری شد. بیایم یکم لون موس پلی بریم، شاید بازیمون یکم دستم گرم بشه و اون کلاشو خودم پلی. شاید ویدیو بعدی براتون میذارم، چون موقع نت ضعیفه اصلا نمیتونم اونجا بذارم. بیام نور سفر رو زیاد کنم. واقعا کامنو خب کجاست؟ میخواستم فول هد بزنم ولی نشد، چون میدونستم میزدم، چون من واقعا نتم ضعیفه، یعنی میتونم باش وان شدم برم. خب واقعا نمیدونم چمه، کولر روشن میکنم سردمه، خاموش میکنم گرممه، نمیدونم چمه واقعا. احتمال سرماخوردگی دارم. دیگه یخم نمیزنه. بیا دیگه دختر خانم باک خورده. واقعا از این نت راضی نیستم دیگه، واقعا راضی نیستم. من چند دقیقه بعد کار میکنم. لا بریم خانم راضی میشه بکنم. اوه وان زد بکنم وان زد. دو تیر میکنه، به خدا دو تیر کرد. واقعا من سنس خوب ندارم اصلا، پلی دادن واقعا سخته الان. کارت اسنایپ هم نیاوردم. من اسنایپ هم خوبه، خیلی اسنایپ کار کردم قبلا ها، ولی الان یکم افت کردم توی اسنایپ. بچه تو چند ویدیوی قبلی که گذاشتم واقعا حمایت نکردید، خیلی حالم بد شد. یه دست هم بزنیم و تمام. ببینم میذاره وان بزنم باش.
نگاه یخ نمیزنه بابا، یخ نمیزنه، یخ من نمیزنه یخم. عجب. واقعا اذیت میکنه، خیلی اذیت میکنه نت. یه دستم فشاری بذاریم بریم تا ویدیو بعدی، شاید مثلا نت درست شد براتون یک ویدیو خوشگل بذارم. این ویدیو که خیلی خراب شده. واقعا خسته شدم از این نت خرابه، خیلی خسته شدم از این نت. از صبح فقط الان تونستم پلی بدم ویدیوشو بذارم، یعنی از خود صبح من برقا رفته نمیتونم پلی بدم. شاید بعضی ها مثل من برقاشون بره و درک کنم. خیلی اذیت میکنم برق توی این فصل تابستون هم نشده ولی دیگه نزدیکای تابستونی برقا خیلی میرن، واقعا اذیت کردنن واسه ویدیو گرفتن، خیلی اذیت میکنن. خب بچه ها عشقای دل تا اینجا ویدیو تماشا کردید، واقعا مرسی، حمایت یادتون نره، ببخشید ویدیو خراب شد. تا ویدیو بعدی خداحافظ.